واقعی کجا است؟ آفرین، بفرمایید. خب اسلام واقعی، اول اسلام رو تعریف کنیم بعد از او در اسلام واقعی بریم که کجا است. حال بفرمایید، شما اسلام واقعی تعریف کنیم فعلا بعد بریم به واقعی، بعد آدرس بتین. اسلام دین یکتاپرستی است که از زمان حضرت آدم شروع شد تا پیغمبر اسلام ختم شد دیگه. اسلام دین انسانیت و برابری است که در اسلام حرام و حلال و اخلاق و قانون وجود دارد. به تمام حقوق و به تمام چیز احترام دارد. تنها دینی است که در حال رشد است و در حال رشد است. 2 میلیارد پیرو دارد دیگه. اسلام واقعی فعلا در هیچ جای وجود ندارد. کسایی هستند که از اسلام چی میگه استفاده هیچی میکنن. وجود نداره. خب نه خب اسلام عالم وطندار، آدم مسلمان بود وطندار، یک چند چیز مطلب متفاوت را بیان کردی که روی هر کدامش نیاز است بحث شود. کاوشون انتخاب کن، الله روی هر کدام که میخوای خودت پیش برو. فقط من ادعای اولشون برای من جالب است که آدم مسلمان بود هم وطن عزیز. از حضرت آدم شروع شد تا پیغمبر خاتم دیگه یکتا پرست بودن. انسان ها اگر یکتا مسلمان پرست بود خلقت شدن. پس یکتا پرستیش به هر صورت شما مسلمان میگین. یکتا پرستان همگی تعداد زیادی از یکتا پرستان داریم که مسلمان نیستن. یهود هم یکتا پرست است، مسلمان نیست، درست است؟ خب حالا شما که میگین آدم یکتا پرست بود، پس از احکام الهی و شریعت الهی آدم پیروی میکرد دیگه، درست است؟ بله. به خب پس انسان ها با دین خلقت شدن دیگه. فرزندان آدم طبق کدام شریعت اسلامی با هم دیگر ازدواج کرده بودن خواهر برادر؟ طبق کدام شریعت؟ در اسلام که شما ازدواج خواهر برادر ندارین، پس فرزندانش چگونه خواهر برادر با هم دیگر ازدواج کرده بود؟ خب او وقت چیزی که حکم خدا بود دیگه. خدای اسلام حکمش او وقت بود. خب پس مسلمان نبوده. در اسلام که ما نداریم این مسئله. هر چیزی که حکم خدا باشه اون وقت چیزی که امونا چیز دانسته بودن اون وقت دیگه صحیح دیگه. خدا دیگه چاره نداشته گفته باشه خواهر برادر باید با هم ازدواج کنه، ما از نسل حرام باشه. خب یک فلسفه هستن که خواهر و برادر دیگه گفته نمیشتن. در وقت یک فلسفه دارن که به اون خاطر یک دیگه خدا کسی که از یک رحم متولد میشه فلسفه نداره دیگه، خواهر و برادر است. فلسفه ای که ما ایجاد کنیم بله بگیم من امروزم با خواهرم بابا جان میرم من حیث مسلمان ازدواج میکنم، فلسفه دارم برش. خب این دلیل است که فرقش چیه است؟ خب یک فلسفه داشت که خواهر و برادر خونده نمیشدن دیگه. خدایی که توانایی داشته، خدای قدرت داشته، بالاخره آمده در یک قسمت جای بند مونده گفته خواهر با برادر ازدواج کنن. یعنی چی؟ نه تو چیزی هم نیست دیگه. یک فلسفه دارن دیگه که بین همدیگر وقتی که بین تولدشان اختلاف داشتن که خواهر و برادر گفته نمیشدن. گپ نیست. خب حالا ما فقط خواستم از شما نظر بگیریم که شما که کوشش میکنید درست مشکلی نیست. خب موضوع دیگه که شما گفتین در پیرامون احترام به عقاید که دیگه به ادیان دیگران اسلام احترام داره، فلان داره، بهمان داره. ما 2 تا پیامبر بت شکن داشتیم در طول تاریخ. میشه نامشون رو برای ما بگید کدام بودن؟ ابراهیم پیغمبر است. یکیش ابراهیم پیغمبر است دیگه. بود، دومش هم پیامبر اسلام. پیغمبر اسلام است. بله. پیامبر اسلام که بت شکن بود، پس چگونه اسلام احترام گذاشته به عقاید دیگران؟ دوران پیغمبر اسلام وقتی که پیغمبر اسلام ادعای پیغمبری میکرد، خب حکم خدا بود نباید کسی از دستور سر باز مزد دیگه. وقت دلیل منطقی هر کس میخواست. به عقاید چی شد؟ از دستورش کس قبول نکرد. خب پس احترام به عقاید چی شد؟ شما گفتین به عقاید احترام داشتن، چرا خدایان مردم را میشکستن؟ با یکتاپرستی احترام دارن. عقاید طرف متفاوت بود. طرف عقیده دیگه ای داشت، نمیخواست که مسلمان باشه. شما گفتین به عقاید دیگران پیامبر ما دین ما احترام داشته. حالا ما میبینیم که پیامبرتون بت شکنی میکرده، خدایان دیگران را با تبر میزده. پس چگونه احترام داشته؟ حکم خدا بود دیگه. ما برای مسلمین این جواز نداره که به عقاید دیگران تمسخر کنه یا توهین کنه. اونا را میتونن از طریق اخلاق خود به دین اسلام دعوت کنه، از طریق خوبی و اخلاق. بعد از پیغمبر اسلام اخلاق است که انسان ها را ما روایتی داریم در کتابای شما اهل سنت